با شما درود میگویم دوستان گرامی. تشکر برای بودنتان. امیدوارم هر کجا هستید ساق و سلامتید. دوستان گرامی، در این داستانی که برایتان میخواهم قصه بکنم مربوط به یک اسب است. اما این داستان یک خصوصیت روح بلند کننده، خصوصیت نشکستن را در انسان وادار میکند. اسب زیر باتلاق میماند. اسبانان باتلاق را آموزش میکنند و همون یک جای شوی قوم و لای و سنگ و آب و هر چیزی که اونجا بود به خلاصه میگویند که نمیگذارد اسب را ما از باتلاق بیرون بکنیم. اما یک خلاصه میکنند و یک واریانت پیشنهاد میکنند و میگویند که احتمال همین واریانت کار بکند. یعنی اونها میگویند برای همین اسب یک نیرو در کار است، یک چیزی در کار است که قوه درونی خودش را باید استفاده برده تواند. اونها تمام دیگر اسب‌هایی که بودند، همون گله اسب‌ها را در اطراف این اسبی که در داخل باتلاق است به حرکت کردن وادار میکنند، میدوانند. و وقتی که اسبی در زیر باتلاق بوده هر بار صدای اسب‌های دیگر را میشنید. صدای پازنی آنها به گوشش میرسید، صدای حرکت آنها، حرکت آزادانه آنها که از زندگیشان لذت برده ایستاده اند به گوشش میرسید. تمام وجودش به لرزه می آمد. دست و پای بی حرکتش، وجود ناامید و افسرده اش که انتظار فقط یک چیز بود، مرگ، دوباره به حرکت می درآید. و هر باری که اونها گردش خوردن میگرفتن یک قدم او پیش حرکت میکرد و در وجودش یک نیرو، یک شعله فروزان میشد که او میتواند از همین باتلاق بی کمک کسی بیرون برآید. و بالاخره همین طور هم شد. او با تمام نیرویش از باتلاق بیرون آمد. یعنی همون حرکتی که با دیدن گله اسب‌ها در وجودش هویدا شد. شاید ما هم در زندگی نیاز به نفران داشته باشیم که نه فقط از دست ما بگیرند، بلکه اندیشه ما را، تفکر ما را، رفتار و گفتار ما را، زندگی ما را با نشان دادن کار دیگر بکنند. اما مهمتر از همه انسان باید به نیروی خودش، به تقوا و ایمان و انگیزه‌ای که در وجودش دارد باید باور داشته باشد. اگر این قصه برایتان پسند آمد در کامنتاری بنویسید و با دوستانتان فرستید تا صفحمون بیشتر شود. بدرود.